خب به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. آموزش امروزمون راجع به تبدیل مبنا هست، ادامه بحث تبدیل مبنا و امروز تبدیل مبنای 8 به 16 و برعکس رو داریم. تبدیل هگزا به اوکتال و اوکتال به هگز. خب شروع کنیم با یه مثال. نکته‌ای که هست اینی که ما باید یه کار اضافه انجام بدیم برای تبدیل این دو واحد و این مبنا به هم دیگه، و اونم اینه که ابتدا باید عددمون رو به مبنای 2 ببریم. پس اولین اقدامی که انجام میشه اینه که باید ابتدا عددمون رو به مبنای 2 ببریم. حالا چه هگز رو بخوایم به اوکتال تبدیل کنیم و چه اوکتال رو به هگز. با یک مثال شروع کنیم. اول میخوایم اوکتال رو به هگز تبدیل کنیم. خب مثال اول میخوایم هگز رو به اوکتال تبدیل کنیم. عدد 5A در مبنای 16 هست، میخوایم ببینیم که در مبنای 8 اوکتال چی میشه. خب ابتدا ما میام کار تبدیل به باینری رو انجام میدیم. من اینجا از اسم مثلا کانورت 2 استفاده میکنم برای مفهومیت. خب 5 به در 2 دویی میشد 1 0 1. اگه خاطرتون باشه A هم برابر بود با 10 که در 2 دویی میشه 1 0 1 0. حالا این کار رو که انجام دادیم باید ما این رو تبدیل کنیم به اوکتال در به مبنای 8. خب همونطور که گفتیم طبق آموزش های قبلی برای تبدیل به اوکتال یا مبنای 8 از راست در عدد 2 دویی رو 3 رقم جدا میکنیم و مقدارشون رو مینویسیم. خب این مقدار که 1 هست، این مقدار 3 هست و این مقدار هم 2 هست. پس 5A در مبنای 16 برابر میشه با 1 3 و 2 در مبنای 8. پس کارهایی که ما کردیم ابتدا عددمون که در مبنای هگز بود رو اومدیم 2 دویش کردیم، تبدیلش به مبنای 2 کردیم و سپس مبنای 2 رو تبدیل به مبنای 8 کردیم. برای تبدیل اوکتال به هگز هم همین مراحل رو طی می‌کنیم. خب همین عدد 132 132 در مبنای اوکتال رو ما میخوایم که ببینیم در مبنای 16 یا هگزادسیمال چیه. خب ابتدا میایم تبدیلش میکنیم به 2 دویی، و 0 0 1 0 1 1 0 1 0. به این صورت میشه در مبنای 2 و حالا میخوام تبدیلش کنیم به مبنای 16. چیکار میکردیم؟ 4 رقم از راست جدا میکردیم. چرا؟ چون میخوایم که به مبنای 16 ببریم و باید 4 رقم جدا کنیم. خب 5 1 0 1 که میشه 5، 1 0 1 0 هم که میشه 10 که آ بود. پس میشه 5A در مبنای 16.
خب اینم از این مبحثمون و تبدیل مبنی 8 به 16 و برعکس لازمش اینه که شما تبدیل به مبنای 2 رو بلد باشید و با تبدیل هر واحد به مبنای 2 و سپس تبدیل مبنا به اون مبنای مقصدتون میتونید که این تبدیل مبنا رو انجام بدید. امیدوارم که لذت برده باشین از این آموزش. اگر انتقاد، پیشنهادی یا نظری دارید، سوالی حتی میتونید در کامنت ها از آن بپرسید و امیدوارم که لذت برده باشید. اگر این آموزش رو مفید دیدید برای دوستانتون بفرستید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی ممنون و تا بعد.